بسیار خوب، ما رسیدیم گرگان. طبیعتی بسیار بکر، سرسبز و آرام بخش که میتواند تراپی مفید برای حال روحی شما باشد. و اینجا رودخونه رو میبینیم که متاسفانه مردم اینجا آشغال ریختن و آلودش کردن. بله، صداش خودش یه تراپی کامله. بله، اینجا خانواده و خاله و اینا دارن کباب درست میکنن. و اینجا داره کبابا داره آماده میشه. اینا هم کوبیده است، اونا هم کبابه. و اینجا هم کباب آماده شده و داریم نوش جون میکنیم. من چون نسبتا گیاه خورم فقط گوجه و گوشتخ کرده رو خوردم و اینکه آره ما مناطق محرومی غذا میخوریم، خیلی هم خوش میگذره. از چای خوردنمونم ولاگ داشتم ولی خب پاکشون کردم چون به وقتش آماده نکرده بودم. آخرش هم یه دعوای کوچیک خانوادگی بین من و داداشم اتفاق افتاد که بعدش تصمیم گرفتیم برگردیم خونه و داریم برمیگردیم.